سلام علیکم، چطورید؟ چالش 7 روز بوشهر کردی با من، روز 6 غذایی که کمتر میشناسید. همه میان بوشهر که ماهی میگو بخورن، اما اینجا کلی غذای خوشمزه داره. این نون گرده است، با خرما درست میشه و معمولا صبحانه با پنیر میخورن. مشتک هم داخلش یا پیاز داغ خالیه یا با ترکیب انار و زرشکه. شاید باورتون نشه اما این ترکیب خیلی خوشمزه است. نخود گرمم با آب قلم پخته میشه. یکی از مقوی ترین غذاهاییه که مهمون سفره بوشهری است. کتلت عبدالنبی هم خیلی مشخص نیست داخلش چیه، ولی یکی از قدیمی ترین ساندویچ‌های بوشهره که باید یک بار تستش کنی. دیدید هر شهری آش مخصوص داره؟ این آش بوشهریه که پر از گوشته و معمولا هم صبحونه میخورن. قیم بوشهری هم که حتما باید امتحان کنی. ترکیبش با شکر پلو خیلی عالیه. آخرین غذا هم که پاکوراست، با ترکیب آرد و ترس، حتما هم برای صبحونه میخورنش. خلاصه که خواستم بگم بوشهر فقط ماهی میگو نداره، اینجا کلی غذای خوشمزه است.